خانم درخواست فرستادم براتون. سلام، سلام خسته علیکم. نباشید. حال شما سلامت خوبه؟ باشید. قربان شما، شبتون بخیر. شبتون بفهمید بخیر. در خدمتم. استاد من یه عکس دارم توی یکی از پیجا براتون فرستاده بودم، گفتین که خوبه تو تلگرام بفرستش. بله حالا بله، نمیدونم که اینه. شعبه دوم فرستاده بودی همینو. آره درسته، یه چشم باز یه چشم بسته. بله درسته، یه عکس دیگه هم این داشتیم فکر کنم ازش. آره درسته، یه لحظه اجازه بدین، یه لحظه معذرت میخوام. بله، اون جوابتون رو خودم بود دادم. اینم دقیقاً روبروی همونه، یه دقیقاً خورده زوم روبروشه. کنین. پلم بذاریم اونجا. وایسا وایسا بله وایسا، دقیقا همینجا پلمو داریم. خط آبیو بله که کشیدی از زاویه بالا، قشنگ این بند انگشت که بیاد پایین، حالت سزلی که داریم اونجا پلومت میشه. بعد بله. هواکش هم بعد داریم اینجا. چی دارم؟ آره هواکش هم بعد داریم. دقیقاً حدود 500 متر پایین ترش این یکی عکسه. حالا نمیدونم ربطی به اون داره یا نه، چون جایی که ما هستیم ذره به ذره از این نشونه ها و این علائم داریم ما. نمیدونم ربطی به اون بله داره یا نداره، ولی حدود 500-600 متر پایین ترش اینه. بعد دقیقاً بالای اون درب اول که براتون فرستادم اینو داریم. بله، یه دقیقه دیگه اجازه نمیدونم بدید. بازم این ربطی به اون داره یا نداره. این وایسا بیا عکس قبلی بیا. این چیه؟ این سایه چیه؟ قبلی. این این بله سایه بله. عکسی که گرفتیم، اینو خودمون گرفتیم. چی؟ این سایه آه، خودمونه. چون حالت قلب ماننده، گفتم اینم چیه. آره این قلبه. بعد استاد یه لحظه این عکس رو اگه ببینید، این عکس یه دونه قلب اینجاست، بالاترش یه دونه دیگه بله قلبه. این جایی که دارم زوم میکنم اگه توجه کنید یه چیزی، حالا نمیدونم، من احساس میکنم یه حالت صورت سگ داره. نه، اون صورت سگ نیست خانم، اونجوری شما فکر میکنید. آه. حالا من اون خواستم اصلا ربطی بدونم به که صورت سگ نداره. این ارزششو داره که ما بخوایم وقت بذاریم، یا مثلا برای شما ممکن هست که اگه مثلا چیز ارزش داری خانم باشه. خودتون که منظور اینه خودتون کارشناسی اون محدوده رو بکنید که دستیابی به اون دفینه که اونجاست دست پیدا کنید خودتون. صداتون نمیاد استاد. عرضم به حضورت، میگم منظورتون اینه، مثال من تایید کردم، منظورتون اینه خودتون کارشناسی اون محدوده خودتون رو کنید که مثلا کارهای حفاری مال دفینش رو پیدا کنید. منظورتون اینه خودتون کاراشو انجام بدید؟ ما که نمیتونیم. میتونید؟ نه ما نمیتونیم. خب دروغ چه بگم. تعجبا ما یعنی اینه دیگه، مثلا اگه هرکی بیاد اونجوری یه بیل کلنگ بندازه رو دوشش و بره حفاری کنه دیگه همه میلیاردر میشن و کارشناس میشن. نه ما که نمیتونیم. من حالا اینو مثلا گفتم به شما به شما نشون همین بدم. پیج دایرکت یه پیام بدین، این عکستون هم بفرستین، من بعد از لایو باهاتون هماهنگ میکنم. باشه شماره ممنونم. تماس بدم. استاد اگه میگی شماره که تماست هم بذار تو پیج. دستو در شماره نکنه. تماستون رو بذار، من باهاتون هماهنگ میکنم. باشه سلامت باشه باشید. ممنونم. قربان شبتون شما، بخیر. سلامت باشید. شب شما بخیر. خدا نگهدار. شماره خمزرشون نیست. یه لحظه گوشی خدمتتون باشه، الان میام خدمت. یه دقیقه گوشی خدمتتون باشه. نه اونو باید خوش قطع میکنی.